بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المتجلي لعباده من أفق الألباب، المجلي عن مراده بمنطق السنة والكتاب، الذي نزه أولياءه عن دار الغرور وسمى بهم إلى أنوار السرور. والصلاة والسلام على سيدنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. لفظ شیعه از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که به معنای اتباع و انصار آمده، به گروهی که دور بر علی ابن ابی طالب بودند و او را دوست داشتند و یاری می‌کردند، پیامبر اکرم او را وضع کرد. شیعت علی هم الفائزون. این ادعای ما نیست، در کتب خود اهل سنت است که پیامبر اکرم این لفظ رو بر جماعتی وضع کرد که اطراف علی ابن ابی طالب بودند. پیامبر ما ینطق عن الهوی ان هو الا وحی یوحی. پیامبر اکرم هر چیزی رو بیان میکرد از طرف خدا بود. لفظ دیگه رو اهل سنت در حق ما استعمال میکنن. اونها ما رو به عنوان رافضی خطاب میکنن. ما به این لفظ افتخار میکنیم. چرا؟ رفض یعنی قبول نکرد، پشت کرد، نپذیرفت. ما چون خلافت اولی رو قبول نکردیم، لذا به ما میگن رافضی. ما به این لفظ افتخار میکنیم که ملاک و مدار در دین را علی ابن ابی طالب دانسته ایم. وقتی آیه ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه نازل شد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به علی ابن ابی طالب: یا علی هو انت و شیعتک تأتی انت و شیعتک یوم القیامه راضین مرضیین. خطاب کرد تو هستی و شیعه تو یا علی ابن ابی طالب، روز قیامت شما خوشنود می آیید، راضی می آیید، یعنی بهشت رو جلو خود خواهید دید. و باز نقل می کنند از متون خود اهل سنت، وقتی این آیه نازل شد، پیامبر اکرم به علی ابن ابی طالب علیه السلام فرمود: هو انت و شیعتک تأتی یوم القیامه انت و هم راضین مرضیین. ابی حاتم رازی این سنیه، در کتاب خودش میگه ان اول اسم وضع فی الاسلام لجماعت علی عهد رسول الله کان اسم الشیعه. اولین اسمی رو که پیامبر بر گروهی قرار داد نام شیعه است. پس این نام از طرف پیامبر اکرم بر ما وضع شده است و خود اهل سنت هم به آن اعتراف میکنند. چی شد ما ایرانی ها شیعه شدیم و مذهب برحق تشیع رو پذیرفتیم؟ میدانید
در ایران قبیله قبیله نبوده، مثل عرب ها نیستن که قبیله قبیله باشن و اگر بزرگشون اونها رو امر کند به بت پرستی بت میپرستن، اگر اونها رو امر کند مجسمه عبادت کنند و خدا بدونند، او رو آتش رو خدا بدونند، ماه رو خدا بدونند، خورشید رو خدا بدانند، اینا تبعیت میکنن از بزرگ قبیلهشون. اما در ایران قبیله قبیله نبوده، مردم یک دست بودن. لذا وقتی مذهب تشیع که خدمتتون عرض خواهم کرد اسبابش رو منتشر شد، مردم رو پذیرفتند. یکی ذکا و تعقل ایرانی ها. خود اهل سنت نقل میکنن، میگن که رسول خدا فرمود لو کان العلم بالثریا لتناوله ناس من ابناء فارس. احمد ابن حنبلی رو نقل میکنه، وقتی که تعبیر به ستاره ثریا میکند چون بعید است و دور است، میگه اگر علم جای دوری باشد، سخت باشد، دشوار باشد، یه گروهی از ایرانی ها میرن و اون رو کسب میکنن. این رو پیامبر اکرم فرموده. یکی دیگر از چیزهایی که سبب شد ایرانیان مذهب تشیع رو احتضان کنند و بپذیرند، برخورد و معامله علی بن ابی طالب و مراعات حقوق انسانها و اجرای عدالت است. وقتی ایران فتح شد، دختران یزدگرد سوم را اسیر کردند، آوردند مسجد. از جمله شاه زنان و شهر بانو که مادر علی بن الحسین زین العابدین است، این دوتا رو دستگیر کردند، آوردند در مجلس. بعد خلیفه دوم امر کرد به ابو حفص که این دوتا رو بفروش، هر کس میخواهد بخرد او رو بفروش. علی بن ابی طالب اعتراض کرد، گفت رسول خدا منع کرده است، منع من بیع الملوک و ابنائهم و بناتهم و انما ینتخب کل واحدة من هاتین رجلا من المسلمین فتتزوج منه. چرا اونها رو میخوای بفروشی؟ اینا دختران ملک بودن، عزیز بودن. پیامبر اکرم اینا که عزیز بودن اونها رو عزیز نگاه میداشت، چرا میخوای اونها رو بفروشی؟ ولذا آنجا خلیفه دوم رو منع کرد از فروختن و این خبر بین ایرانی ها منتشر شد و محبت علی بن ابی طالب در دل اونها جای گرفت. دلیل چهارمی که شیعیان ایرانیان تشیع رو پذیرفتن، ارتباطشون با سلمان فارسی بود. چون سلمان فارسی آمد در میان مردم و حقایق رو بیان کرد، علاقه خاصی به سلمان پیدا کردن. پیامبر اکرم فرمود سلمان منا اهل البیت، سلمان از ماست، از اهل بیت است. و دلیل پنجمی که من خلاصه میکنم تا به اصل مطلب برسم، و دلیل پنجمی که ایرانیان مذهب تشیع رو پذیرفتن، برخورد نادرست و به تعبیری سوء معامله خلیفه دوم با اسرای ایرانی بود، با ایرانی ها بود، با مردمی که غیر عرب بودن. فتوا داده بود که هر کسی از غیر عرب دارای فرزندی شود، از او از مادرش ارث یا پدرش ارث نمیبرد. ولذا مالک فتوا داده بود، مالک سنی فتوا داد
که اگر زنی در بلاد عرب زایی بچهش ازش ارث میبرد، بالله از او ارث نمیبرد. این کلام وقتی به شیعیان رسید یه تنفری ایجاد شد در اونها. مگر ما تابع که هستیم؟ مگر ما چه دستوری رو تبعیت میکنیم؟ مگر ما دنبال که هستیم؟ خود اهل سنت نقل میکنن پیامبر اکرم فرمود اندی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا و هما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض. من دو تا شیء گرانبها رو در نزد شما میگذارم، اینو اهل سنت نقل کردن، کتاب خدا و عترتم. اینا از هم جدا نمیشن تا وارد بشن در بهشت نزد من. اما دومی چه کرد؟ پیامبر اکرم در بستر بود، وقتی از دنیا رفت گفت رها کنید همه چیز رو، یعنی سنت خدا رو کنار بذارید، حسبنا کتاب الله، کتاب خدا کافیه. مگر پیامبر نفرمود من دو تا شیء گرانبها رو در نزد شما میگذارم؟ چرا خلیفه مسلمین تخلف از فرمان رسول خدا میکنن؟ ما شیعیان افتخار میکنیم که تا آخرین نفس ملتزم هستیم به فرمان پیامبر اکرم. مثل اهل بیتی که سفینه نوح من رکبها نجا و من تخلف عنها هلک. خداوند فرمود به نوح کشتی را بساز، آنهایی که دینی رو تو نقل کردی از من پذیرفتن در این کشتی قرار بده، زوجی از حیوانات رو هم بردار تا من طوفانی رو جاری کنم، اونهایی که تخلف کردن از فرمان من از بین ببرم. بعد پیامبر اکرم اهل بیت رو تمثیل می آورد به سفینه نوح که مانند سفینه نوحن، چون هر کس سوار آن شد نجات پیدا کرد. مگه شهید اول صاحب لمعه گناهش چی بود؟ محبت اهل بیت در دلش بود. میدونیش با چی کار کردن؟ دستگیرش کردن، 1 سال تو زندان قرار دادن، عذابش کردن، با شمشیر سرش رو جدا کردن، جسدش رو مورد هجوم قرار دادن، بعد جسد رو سوزاندن، خاکسترش رو به هوا پروندن. چرا؟ چون محب علی بود. شهید دوم مرحوم شیخ زین الدین رو چه کردن؟ در مسجد الحرام که خدا فرمود و من دخله کان آمنا دستگیرش کردن، 40 روز در حبس قرارش دادن، بعد گردنش رو زدن به بهانه اینکه محب علی ابن ابی طالب است. بعد جسدش رو تو دریا انداختن، سر رو برای سلطان بردن. شهید قاضی سید نورالله تستری گناهش چه بود؟ محب اهل بیت بود. پیرمرد 70 ساله رو سرش رو جدا کردن. این مذهب براش زحمت کشیده شده. انی تارکن فیکم الثقلین، اون سنت پیامبر رو زحمت کشیدن، خون دادن، علما ایستادن. خدا رحمت کند علامه هلی رو. شاه مغول خدابنده معروف این عصبانی شد، زنش رو 3 طلاقه کرد. علمای اهل سنت رو جمع کرد، گفت علما من زنم رو 3 طلاقه دادم اما علاقه بهش دادم، عصبانی بودم، نفهمیدم آیا راه برگشتی هست؟ گفتم نه، باید کسی دیگر با این زن ازدواج کند، نیاز به محلل داره، بعد تو بگیریش. یکی بلند شد گفت آقا یه عالمی است به نام علامه هلی
در سامراء این ادعا میکند طلاق طلاقه در یک مجلس باطل است، گفت بیاریدش. علامه هلی وارد مجلس شد، کفششو زیر بغلش گذاشت، مستقیم رفت نشست پیش سلطان خداونده. علما اعتراض بهش کردن، علمای اهل سنت، چرا سجده نکردی به سلطان ما؟ چرا پیش سلطان ما نشستی؟ چرا اساءه ادب کردی؟ کفشاتو زیر بغلت قرار دادی. گفت اما پیش سلطان نشستم، جای دیگه نبود، اینجا خالی بود نشستم. ما دینمون اجازه نمیده به هر کسی سجده کنیم، ما سجدهمون به خداست. من اهل سجده به سلطان نیستم. کفشاتو سر زیر بغلت گرفتی، چرا اساءه به سلطان کردی؟ گفت همونطور که امام شافعی کفشای پیامبر رو دزدید، من ترسیدم این علمای شافعی کفشای من رو بدزدن. بلند شدن علمای شافعی، چه میگی؟ شافعی با پیامبر اکرم سالها فاصله داشت. گفت نه، علمای حنبلی ترسیدم، چون حنبل کفشای پیامبر رو دزدید. حنبلی‌ها بلند شدن، آقا این چه حرفی است؟ امام حنبل زمان پیامبر نبوده. گفت اشتباه کردم، مالکی‌ها چون امام مالک کفشای پیامبر رو دزدید. صدا زدن مالک که زمان پیامبر نبوده. گفت امام حنفی دزدید. گفتن امام حنفی نبوده. گفت سلطان اینا خودشون گفتن که علماشون زمان پیامبر نبودن، اما من از کسی تبعیت میکنم که زمان پیامبر بوده است، علی ابن ابی طالب. این شاه خداونده به علمای سنی نگاه کرد و بگید ببینم چی میگی؟ چی جوابی داری؟ هیچ کس جواب نداد. دستور داد همه باید خاضع بشید در مقابل مذهب اهل بیت و اونجا دستور داد سکه زدن و مملکت رو به عنوان مملکت شیعه اعلام کرد. این جهاد علما بوده. این شیخ مفید که وقتی امام زمان روحی له الفدا نامه می‌نویسد به شیخ مفید، می‌نویسد برادر با ایمان و دوست رشید ما. این انذاره برای ما که علما چه مرتبه‌ای دارند. بعد روزی که شیخ مفید از دنیا می‌رود، امام زمان روحی له الفدا می‌فرماید یوم علی آل الرسول عظیم. روز سختی است بر خاندان اهل بیت، فوت شیخ مفید. همین شیخ مفید با قاضی عبدالجبار سنی مباحثه کرده. به قاضی عبدالجبار گفت که نظر تو در مورد کلام پیامبر چیه؟ گفت من کنت مولا فهذا علی مولا. گفت حدیث خوبه، اما شیخ مفید یه درایه هم داریم. درایت مراد آن است که امر واقعی است. گفت اما ابوبکر خلیفه بود، امر واقعی رو که نمیتونی در مقابل حدیث قرار بدی. بهش گفت قاضی نظر شما در مورد این که پیامبر فرمود یا علی حرب که حربی و سلم که سلمی چیه؟ گفت حدیث خوبی است، اتفاقا حدیث صحیحی است. گفت قاضی عایشه، زبیر، طلحه اینا با پیامبر با علی ابن ابی طالب جنگیدن، جمعش با کلام پیامبر نمی سازد. گفت توبه کردن. گفت اما یا قاضی حرفتو به خودت پس بدم، توبه کردنش که نقل حدیثه، اما جنگ با علی ابن ابی طالب واقعیت، درایت. به قول خودت حدیث رو که مقدمه بر درایت نمی کنی. محکوم کرد عالم سنی رو اونجا. خلاصه ما تابعه که هستیم، از که تبعیت میکنید؟ افتخار کنید
که خداوند متعال نطفه شما رو در یه شیعه قرار داده است. به خدا اگر کسی شب و روز خدا رو شکر کند کم است. پیامبر اکرم نقل می کند دومی که من و اولی و ابو عبیده و جماعتی بودیم پیامبر اکرم بر شانه علی ابن ابی طالب زد. این نقل است از ینابیع الموده و ذخائر العقبال سنی است. زد به شانه علی ابن ابی طالب و فرمود یا علی انت اول المؤمنین ایمانا و اولهم اسلاما و انت منی به منزلت هارون من موسی. رابطه موسی و هارون چه بوده است؟ وزیری بوده است، پشتیبانی بوده است، شریک بودن در کار بوده است. یعنی ای مردم بدانید بعد از من علی ابن ابی طالب است، روحی له الفدا. کفایت الطالب باز از ابن عباس نقل می کند، کتاب سنی است. من بودم و پدرم نشسته بودیم در نزد پیامبر اکرم. علی ابن ابی طالب وارد شد، سلام کرد. پیامبر اکرم جواب سلامش رو داد. بر علی به احترام علی ابن ابی طالب ایستاد، جاش رو به علی داد، پیشانی علی ابن ابی طالب رو بوسید. فقال العباس، عموی پیامبر به پیامبر گفت اتحب هذا، تو علی ابن ابی طالب رو دوست داری یا رسول الله؟ فقال رسول الله یا عم رسول الله والله الله اشد حبا له منی. به خدا قسم خدا از من علی ابن ابی طالب رو بیشتر دوست دارم. ما تابع کسی هستیم که آیه تطهیر در حق او نازل شده است، آیه مباهله نازل شده است، آیه مبیت در فراش پیامبر. مشرکین وقتی پیامبر میخواست هجرت کند به مدینه نقشه کشیدند علی ابن ابی پیامبر اکرم رو به قتل برسانند. علی ابن ابی طالب جانش رو تقدیم کرد. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. صادقین کیا هستند؟ آیا اینایی که راه حق رو انحراف دادن و دین جدیدی رو ایجاد کردن و مردم رو گول زدند، عده‌ای به خاطر دنیاشون، عده‌ای به خاطر مالشون، عده‌ای به خاطر بغضی که به اهل بیت داشتن یاری کردن؟ بفرمایید انسانها در روی زمین بر چند گونه‌اند؟ ما شیعیان سه گونه ایم. گونه اول خدا رو فراموش کردیم، غوطه‌ور در لذاتی، تابع شیطانی. این افراد ممکنه یه جرقه‌ای درشون ایجاد شود. نمونه بزنم، فضیل ابن عیاض یه انسان دزد سر گردنه بود. هر روز نقشه میکشیدن، بالای پشتبان مردها حرکت میکردن، غارت میکردن. یه روز همینطور که بالای پشتبان حرکت میکرد یه صدایی رو شنید، دید یه نفر داره آیه میخونه الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله. وقت اون نرسیده کسایی که کافر شدن تقوای خدا رو پیشه کنن و در مقابل خدا خاضع باشن. یه لحظه ایستاد، گفت چرا؟ وقتش رسیده. از کارهای خلاف دست برداشت،
انسان سعادتمندی شد. بشر حافی در خانه‌اش مشغول ساز و آواز بود، شخص منحرفی بود. امام کاظم روحی له الفدا از جلو خانه‌اش رد میشد. این کنیزش خادمش زباله‌ای را آورد در خانه بگذارد. امام کاظم پرسید این خانه کیه؟ گفت خانه بشره. بهش گفت بشر آزاده یا بنده است؟ گفت آقا یعنی چه؟ آزاده؟ گفت بله میفهمم آزاده است که این آواز، ساز و دهل، موسیقی حرام است. خانه شیعی نباید موسیقی زده شود. شب اول ازدواج به جای اینکه 2 نفر زوج رو به خانه بخت با صلوات، با قرآن، با دعا همراهی کنیم، چرا ساز و آواز میزنیم؟ تو مگر دستت رو گره نزدی به امام زمان روحی له الفدا؟ مگر عاقبت نمیخواهی آقا اینا فردا متولد بشود از اونها فرزند؟ ذریه رو بذارید صالح بشود. روز عاشورا اصحاب امام حسین نگذاشتن اهل بیت جلو برن، به الا اون شب عاشورا ابوالفضل العباس برادراشو جمع کرد. گفت برادرها ما باید فردا صبح اولین کسانی باشیم که به میدان وارد میشویم تا وفای خودمون رو به حسین نشان دهیم. گفتن برادر جانمان فدای حسین. اما بعد اصحاب امام حسین نگذاشتن. آقا اینا صبح عاشورا چجوری میدان رفتن؟ یستقبلون الرماح بصدورهم ولم یجدوا علم مس الحدید. میرفتن جلو، سینه هاشون رو سپر قرار میدادن برای اسلحه دشمن، درد احساس نمی کردن. این محمد ابن بشیر حضرمی صبح روز عاشورا 1 نفر از لشکر عمر ابن سعد صدا زد محمد ابن بشیر فرزندت رو در سرحد ری دستگیر کردن. امام حسین شنید، صدا زد محمد ابن بشیر من بیعتم رو ازت برداشتم، برو تلاش کن فرزندت رو آزاد کن. آمد جلو، صدا زد اکلتن السباع حیا ان فارقتک. گرگ‌های بیابان مرا تکه تکه کنند در حالی که زنده هستم اگر تو رو رها کنم. من تو رو رها نمی کنم. قوم اذا نودوا لدفع ملمة والخیل بین مدعس و مکردس لبسوا القلوب على الدروع فاقبلوا یتهافتون الی الذهاب لانفسی. میگه میدونید یارای واقعی کیان؟ وقتی صدای جهاد میاد با این که از اسلحه دشمن آماده است قلبهاشون رو رزهاشون قرار میدن، بعد برای کشته شدن با هم از همدیگر سبقت میگیرن. اینجور بنده های راستین خدا هستن. احساس کنیم ناظر است. اجازه بدید من دیروز براتون در مورد یاران امام زمان یک جمله‌ای را آوردم در مورد علی ابن مهزیار اهوازی. بذارید اون واقعه رو براتون نقل کنم بعد امام زمان چه فرمودن. علی ابن مهزیار میگه 20 سال من رفتم حج که میرفتم گفتم خدایا این توفیق رو به من بده که آقام رو هم ببینم. البته دیدن امام زمان برای هر کسی حاصل نمیشه. این ادعا که میشه همش باطله. بلا کسی که امام زمان رو دیده باشه اصلا نمیگه. و علمای بزرگ ما که در حالاتشون نقل شده خودشون نقل نکردن، بعد ازشون نقل شده.
اونم متعدد نیست. خیلی افراد نادری این امر براشون متحقق شده که عمدش مربوط به مذهب بوده این دیدار، یا خدا خودشون عزم دادن، مثل قضیه شیخ مفید. بالله این ادعا همش باطل، باور نکنید و به تعبیر درست‌تر اینا همش دکان است. اما این توفیق رو به ایشان داد. میگه منصرف شدم، گفتم حالا که 20 سال رفتم ندیدم، من لیاقت ندارم. ولی روز بعد از این که قافله ها آماده شدن یه خوابی دیدم. من خواب دیدم که خدا این توفیق رو میخواد بدم. خودم را آماده کردم، رفتم حج رو به جا آوردم، مناسک تموم شد، دیدم خبری نشد. اومدم وداع کنم، دیدم یه شخصی سلام کرد، تو علی ابن مهزیار هستی؟ گفتم بله. گفت آقا فرمودن که میتوانی او رو ببینی. فردا بعد از نماز مغرب در این مکان حاضر شو با هم بریم. فردا شد، آمدن دنبال من، حرکت کردیم رفتیم. از دور دیدم یه خیمه‌ایست، نورش تمام جا رو گرفته. گفت به من وایسو، من از آقا اجازه میگیرم. وقتی وارد شدم نفهمیدم چه بگویم چگونه بر روی زمین بنشینم. سلام کردم، آقا جواب سلامم رو داد. اولین جمله‌ای که از من پرسید علی ابن مهزیار به من بگو از شیعه هام چه خبر؟ بعد به من گفت علی ابن مهزیار چرا اینقدر خطاب به شیعیان ما پول ذخیره میکنن، در مالشون افزون میکنن، چرا فقط فکر اینن؟ چرا شیعیان ما نظر به بینوایان ندارند، به فقرا نظر نمی کنند؟ چرا شیعیان ما صله رحم رو فراموش کردند؟ قرآن می‌فرماید اگر می‌خواهید گره را بزنید متقی باشید، با صادقین باشید. خیلی نمیخوام طول بدم. صادقین کیان؟ چه کسانی صادقین هستند؟ قرآن کریم می‌فرماید من آمن بالله والیوم الاخر والملائکه والکتاب والنبیین و آتى المال على حبه ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین فی الرقاب و اقاموا الصلاة و آتوا الزکاة والموفون بعهدهم اذا عاهدوا الصابرین فی البأساء والضراء و حین البأس اولئک الذین صدقوا و اولئک هم المفلحون. اینا صادقن، اینا مفلحن. به من بگید اون شب مبیت که پیامبر اکرم میخواستن هجرت کنن به مدینه و مشرکین جمع شده بودند تا پیامبر را از بین ببرن، کی جانش رو تقدیم خدا کرد در جای پیامبر خوابید؟ و قرآن در حق او چه گفت؟ من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. جان خود رو در برابر خدا و خوشنودی خدا در طبق اخلاص گذاشت. گفت پیامبر جان من فدای تو. در جنگ احد حراست پیامبر رو به عهده گرفت، دید که پیامبر در خطر است، مانند پروانه دور پیامبر میچرخید، شمشیر میزد. اولی و دومی فرار کردند. منادی ندا زد لا فتا الا علی ولا سیف الا ذو الفقار. شمال مبارک حضرت علی سلام الله. در جنگ خندق عمرو بن عبدود در تاریخ داره برابر 1000 نفر جنگید
وارد میدان شد، کسی جرأت نکرد از مسلمان ها وارد میدان شود. علی جانش رو در طبق اخلاص گذاشت، شمشیر گرفت، وارد میدان شد. پیامبر فرمود برز الایمان کله الی الشرک کله. تمام دین وارد میدان شد. اونا چه کردن؟ پیامبر تو رخت خواب بیماری بودن، گفتن آقا بیایید براتون وصیت کنم. خود اهل سنت نقل کردن پیامبر میخواست جانشین انتخاب کند. دومی جسارت کرد به پیامبر، گفت داره هزیون میگه پیامبر، بغل نکنی. او که فقط وحی رو نقل میکند متهم به هزیانگویی میشود. پیامبر امر میکند وارد میدان شوید، دفاع کنید از مدینه. از شام قومی دارن حمله میکنن، تخلف میکنن، بر میگردن، نمیرن از دروازه های مدینه دفاع کنن. در سقیفه بنی ساعده جمع میشن. باید جمع میشدن قبر پیامبر رو، غسل و کفن و تشییع پیامبر رو با عظمت اجرا کنن. رها میکنن، میرن در سقیفه مینشینن تا تخلف از فرمان پیامبر کنن. پیامبر فرمود من قلت مولا فهذا علی مولا. علی ابن ابی طالب رو انتخاب کرد در مواطن مختلف. شما بگید چرا تخلف میکنید؟ پیامبر میگفت من علی رو دوست دارم. مگر معقول است در اون بیابان، در اون گرما، داره از شدت گرما مردم در غدیر خم این لباساشون رو زیر پاهاشون قرار میدادن. علی ابن ابی طالب را اگر میگفت پیامبر دوست دارم، تو همون مسجد رسول خدا برای مردم بیان میکرد. وقتی قضیه واقعی و مهم باشد، یه جایی رو انسان انتخاب میکند حساس. کسایی که صبر کردند در سختی ها، صبر کردند در مشکلات. علی ابن ابی طالب کنار پیامبر بود، در جنگ احد اولی و دومی فرار کردند. این متون اهل سنت است. در جنگ حنین فرار کردند، در جنگ خیبر فرار کردند، نایستادند از پیامبر دفاع کنند. لذا ما امر شدیم تبعیت از صادقین بکنیم. وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما این است که عزیز من، آنچه که اهل بیت فرمودن سرلوحه زندگی قرار بدید. امری است. چه کردند با اهل بیت؟ ببینید رذالت و خباثت تا کجا. زینب رو میاره داخل مجلس، اهل بیت رو هم میاره داخل مجلس، مردها رو هم میاره داخل مجلس. بعد میگه برید کشف رو بیار. بعد میگه در کشف رو هم بردارید در مقابل بچه‌های امام حسین. راوی که زینب تا نگاش به سر بریده امام حسین افتاد، محکم سیلی زد به صورتش. گفت برادرم دیگه این روز رو باور نمی کردم. وقتی قنداقه امام حسین رو زهرا سلام الله علیها داد به رسول خدا، رسول خدا از آن گفت، اقامی گفت، شروع کردن به گریه کردن. گفت پدرم چرا گریه میکنی؟ این مولود است، خدا تازه به من داده. گفت دخترم جبرائیل الان نازل شد. گفت یا رسول الله این فرزندت رو در کربلا قطعه قطعه میکنن. زهرا هم شروع کرد به گریه کردند، اشک ریختن. گفت دخترم عزیز دلم گریه نکن، یه گروهی خواهند آمد و به تعبیر بعضی ها میگن این گروه بهترین بنده های خدان.
فاطمه جان یه گروهی خواهند آمد نام فرزندت حسین رو تا روز قیامت زنده نگاه خواهند داشت. یه جمله‌ای فاطمه به زینب گفت. حسین آمد گفت زینب مادرم چه بهت گفت؟ گفت زینب عزیزه دلم الان وقتش نیست، وقتش که آمد بهت خواهم گفت. وارد میدان شد حسین، یه دفعه ندا کرد یا زینب یا رقیه یا سکینه یا ام کلثوم علیکن من السلام. من رفتم خدا حافظ. یه نگاهی کرد دید یه دختر بچه پای اسب رو گرفته از صدا زد پدر جان حسین جان از اسب پایین بیا. دخترم پایین آمد. دخترم چه میخواهی؟ پدرم خودم دیدم وقتی خبر شهادت مسلم رو دادن دخترش رو بغل کردی، دست نوازش بر سرش کشیدی. پدرم میروی شهید میشوی، دیگر کسی نیست مرا نوازش کند. یه دفعه صدا آمد مهلا مهلا ابن الزهرا. نگاه کرد دید زینب از خواهرم. برگرد گفت برادرم یادت هست اون روز مادرم به من جمله‌ای گفت؟ به من گفتی مادرم چه گفت؟ گفتم روزش خواهد آمد. بیا حسین جان میخوام گلوت رو ببوسم. مادرم گفت صبح روز عاشورا حسینم وارد میدان میشود، از طرف من گلویش را ببوس. الا لعنت الله علی